سلام. پیام داده میگه که میخوام تیشرتم بادکنک داشته باشه. بریم ببینیم میشه یا نه. طراحی میکنیم، پارچه ها رو روی هم میندازیم، گروه میذاریم، برش میزنیم، لای چسب هم برش میزنیم، لایه ها رو میچسبونیم با اتو. از نخ دولا یا دورنگ استفاده میکنیم. جای بادکنک ها رو مشخص میکنیم و بنداشون رو طراحی میکنیم. بندا رو دوخت میزنیم، با زام فیکس بادکنک ها رو فیکس میکنیم. اگه فیلم آموزش این پاپیون خوشگل رو میخوای، کلمه پاپیون رو کامنت کن تا آموزشش رو دایرکت برات ارسال کنم.